بچه نایدم این سگ مرکی کشته بدیدم کی؟ گیلک سوزن ها یک سوالانون میکرد میداد برای سوزن اولانون که بنداخت پیش سگ مه آه ورسا به چشان خوبیده که سوزن ها بلان نون میکرد بنداخت پیش سگ مه با بیلا چه کار عبا؟ چرا گریه میکنی؟ حالا گپ بخور بگو چرا گریه میکنی؟ همین بچه مامان نوروز گیلک خب بگیر تو سگ سوزنال بالا نون کرده و سگ ما داده اشته به سگ تو داده؟ نه راست میگی؟ آه بچه همسایه گفته که اونجا شیشته گفته که سوزنال بالا نون میکرده و سگ ما داده آی چرا یک سوزنال بالا نون کنه به سگ داده؟ ای که بیخی نافهمی بوده تو مطمئنی که گیلک کرده ای کاره آخی سوزن که سگ میکشه بو مرزلا را اونجا پرته بخور راست خور بگو اونو برای نگاه کنه وی بابا ای چرا ای تا کاری بکنه ای سگ قرچق سرماستم آخی برو تو می سگ خوب بدیدی خود نمیکردی به بیرو با تا کوچه نمیبردی به آخی که یه میکاره نمیکرد تو چرا این رد نمده وا میکنی میبری به ای بری بر به کوچه میبری چیکار کنیم ما دست از هیچ کار نمیکنیم نتونیم کار بکنیم این چه کاریه خب میفهمی که می تو آدمی نمیکردی وای تو سیکو که این وقتی برو تو بدن سرای وقتی برو خودی کیاره یک کدوم کلونتری پیدا که خودی و گفت که بگفت نمیفهمم من برو بدن سرای نال ده گفت خدا بریم در سرای پیش ببینیم وقتی برو تو برو که من کلوان گم اینجا وای ایش تو آدم نافهمی بوده که این به سگ سوزن میده آخی تو همه زن نمیفهمی که می سگر میکشه سوزن عجب آدم بوده ای دلچینی میفهمی ببجو از صبح خیر خوشی میری مسجد هم میری میفهمی صبح تو یک دعیه هم میدون خوب که نماز خورم یاد گیری که از سال آینده به خیر خوشی تو ری کنم و متا که قلم بدی قرار بخون نوشته کنی خوب خیر بیم بچی نوستگاه خوب اگردم بچی اگه مقبولیه برف و مادر خم بکنی خوبه صبح میمونم به متا آفرین ماچه تن برو سبق هم بخون سگو کینه در سبق دل کینه بده کن ببجو بده اون سگک من چه زبون ماستون بکشتی سرمه بده تو ببود تو سرایه؟ ببود خور صدا کن تاونه بدیه بید کی بود اگه ببجو؟ یه چنه عباس بود چی بود؟ همسایه چی مستر؟ میگه ببود خوربیه ببود تو کار دارم با من کار داره؟ نگفته اگه چی مایو؟ نه گفتن یک دقیقه گفتن ببود خور صدا کن خوب خیلی خوب خیلیت بود؟ خیرتی همین بچه جمع گیلک که یا هوشیار میشه چه کار کرده با بچه میگیلک؟ چه کار کرده بگو بگفته سگ ما سوزن داده سوزن داده؟ خدا اگر پیش ببره ما بچه جمع خوب بگفته سگ ما سوزن داده سگ ما بو مرده تو به چیش سر بدیدی کوکو؟ من ندیدم بچه همسایه گفته گمه یعنی خود پرسان کردی؟ ولی ها
حالا چیشو خودیو؟ رفتم این درس داشتم گفتم گور هر جا مایی برو. حالا کجا نفهمی کجا را؟ سلام زمینایه. باشه بریم با تو کار دارم. چی کار دارم؟ من خودت میرم بیا خود میارم. چی کاره که سگ میگی سوزن میده؟ کوکو جو سگ گفته با تو سراخو بسته کنی نمیگو تاکو چیله کنی. با سراخو بسته کردم. خودی سنگ نداره که وراد نده. نه سابا کو تو هم سگ داری و چه من سراخ بسته نمیکنی. کام کوچی یله میکنی. کوچه وری نکنه. خدا که چه نادونو بگیره. خودی سنگ میزنه بچه شما گیلک کرده فهمیه. اگه سگ به سراخ باشه چه سنگ زنه؟ با من میفهم خودت چیکار کنم. دور حقوق زد بزنم که هیچ دکتر و دردی هم نفهمه که چیکار شده. بفهمیدی؟ دیگه سیکو هموال که تو میگن ساخ بده دیگه سگمه اگه پیدا کرده به دیگه به کوچه یله نکنی با سراخ بسته کو که میه به در سرومه سوزن گشته بودیگو دسته چلیک کرد سوزن لام از سب بخیلیش بجون داشته نه رو باید کفر جمعه دیگه بگارو نونار بگیری خلاص دیگه اگه دیگه تو قوت سیدی خو اگه دیگه تو کو کردی گیلک کل میدی این چمه بپرسید از همسایه گفته می سگ این سگ عبا سگ میگیره گاهی وقتی هل میده چه کار کنم دیگه گفته گوری 5 تا سیزن بلا نون کو بده که بخوره دیگه کلپک نمیزنه با کشتم من نه دیگه جلو من نمیگیره میگو کجا بودی؟ رفتم سهرا سهرا رفتی بودی؟ میگو جدی کلونتر چیزی میشی؟ دلیل داره باید بگی که چیزی میشی با چی هم کته میشم با چی کته میشی ها؟ مرتککشم میگو تو چرا مثل اگه عباس اینو تو سوزن دیدی بودی؟ نه باشه بابا لنگ من خبر نداره یعنی لنگ تو خبر نداره؟ یعنی دستا تو این کاره بکده لنگ تو خبر نداره؟ تو دستا من سوزن کو در سرون بکندم بیاره بچه میفهمی که موسم در سرون بکنم دارم ببرم تو چه شرم نداری تو عیان نداری که تو سگ مردم از دستا سوزن میدی ها؟ تو هم سگم کار داری تو هم سگم کار داری آخ تو چرا چه کارو میکنی؟ ها؟ نه بابا باشه تو چرا چه کارو میکنی؟ هر روز میرفت تو بابا من رل میدم آخ من حیوان تو به حیوان چی کرده که تو سوزن میده؟ من رل میدم دلی زولینگ من بگیری رختا من هر روز پاره میکنه هر پاچی بسه کنی پاره بابا هنه لینگ هنه جا زخمیه بابا لینگ بگه که تو از سر رام گم شه از سر را خوبم کردی دیگه بالاخره اگه لگه نکن شیار شو تا به کی دیگه تو بگم تو همیت کارا دیمونگی خود میکنی تو یک حیوان توش تو سوزن دادی خبر نده که حیوان گناه داره که کسی رو میکشه یا سوزن میده یا او حیوانی نیه که سگیه کم کن
تو کی دیگه تو بگو من رنج کردی مرد قد تو فرش ها گرفته. ماما برو برای کار خورو دیگه کلکشک نکنی. میگم تو با کی دیگه ها هوشیار میشی یا تو با کی هم که دیو نمیبینی. تو چرا تو میکنی؟ تو یک گیمون سوزن میدی. تو آیا تو اون بدر میشی؟ تا گرم که واسه یک کلکای بکنی تو کرده. 3-4 دفعه لنگمل بگیری 3-4 دست رختم پاره پاچیم پاره. اگه تو سنگ نزینی به کلی او عمر کلی تو به کلکای نمیشی. نخم پیدا نمیشم رنگ رختامه. تو سنگ میزی تو منافقی میکنی. پاچیم پاره 3-4 دست. بذار برو خونه رو دیگه. بذار کس برو دیگه. عجب روزگاریه. عدست همسایه رو دادم عدست تو من بازدارو مشته کنم. من چی خواکاسی رو سرخو کنم؟